خدمه نکردیم خیلی برای بچه هامون گویا که همین ضیافت عقیقه هوایی هم باید نیت کنیم، اما توی خزنه ها رو باید نیت کنیم که ما همه عقیقه که هم کودک گردانمونده بود همونو من این روزا که با سرود توی خزنش میگم نامش دیگر کرده شدم همون عقیقه هست. خدا همه عقیقه قبول کنه از من گفته نیت کنه ولی ثواب نگیره. اما در اون صورت دانسته می‌بینیم دخترای بیچاره به نصیب میمونن. خدا که بچه‌ها رو میکنیم توی خدمه اما دخترها دیگه توی خدمه نیست. برای من دخترها بیچاره از عقیقه، حالا که عقیقه هم برای پسر است هم برای دختر است، هر دوشت باید کردن در کار. اگر یه تشکیلی یکیش نه اون صورت حق پدریت ادا نکردی، تو پدری مقصر شدی. و یا مسئله دیگه که در عقیقه ضرور است، البته همون لحظه که تولد شد کودک باید در گوش او اذان اقامه گفته شود. همین اینم یه سنت اسلامی. حتی مسیحیان ببینید کودکای نوزاد سال میبرن کلیسا، پاپ او رو موی سرش میشوید آب مقدس قطعی خصوصا کریستید میگن که خیلی میگن خلاصه میکنن همون. در دین ما به جای سرشوشتن و به جای پیش پاپ بردن همون صاحب کودک پدر بابای وقتی تولد شد در همون زمین میگذارد، همون لحظه تولد از طرف راستش میگذارد اذان میگوید، از طرف چپش میگذارد اقامه میگوید، تکبیر میگوید. برای چیه؟ برای که اولی مثلا کلامی که به گوش این کودک میرسد لفظ الله اکبر باشد، اسم خالقش باشد. اولون باره که این گوش کار رو میدارد میده گوش یکی یک بار کشاده نمیشود، آهسته کار رو میدارم در گوش و چشم. این دخترها میگن اولین صدایی که اولین اسمی که میشنه باید اسم آفریدگارش باشه، همون خالقی که او رو در رحم مادر ساختش. الله اکبر، خدایی که بزرگ است از همه چیز، اللهی که بزرگتر از همه چیز است. و شهادتین است که در وی که خلاصه این برای تقویت ایمان همون ایمان فطری کودک بسیار تاثیر مثبت دارد. علاوه بر این شیطان رو میگریزاند. پیغمبر خدا اون وقتی بانگ اذان میبرد شیطان اون قدر میگریزد که حتی بادش میبرد در وقتی گریختن اون قدر اذان میترسیده است. اون کسایی که از بانگ اذان میترسن اینا حزب شیطان هستند، از اون گروه شیطان هم که شیطان بزرگ پیغمبر خدا حدیث گفتند وقتی بانگ اذان شنود اون قدر دور میرود، هر قدر بره اذان زیادتر بلندتر گفت همون قدر شیطان دورتر میگریزد. اون کودک محفوظ میمونه اون یه چند لحظه از دستبرد شیطان. خوب بعد از آن گفتن ضیافت عقیقه کرده در همون 7 روزگی اسم کودک هم مثلا چی اعلام بکنید، هم محفل بشه همسایه ها فهمن که در این فلان خانه یا مهمان نو تولد شد اسمش فلانی هست، عبدالله هست، عبدالرحمن هست، امون محمد صالح های بهترین نام گذاشتن. در نامگذاری ها همین دانید دادرای عزیز، خواه نام عربی میگذارید، خواه نام فارسی میگذارید، خواه نام ترکی میگذارید، خواه روسی میگذارید، فقط مضمونش صحیح باشد، مضمونش کفر آمیز نباشد، مضمونش شرک آمیز نباشد، مضمونش فال بد میگرفتگی نباشد، از او فال نگ میگرفتگی باشد. مضمون مهم است، اما زبان عربی و تاجیکیش مهم نیست. البته حضرت ترغیب کردن که بهترین نام عبدالله هست، نامی که به سوی اسماء الله اضافه میشد، عبدالله، عبدالرحمن، عبدالرحیم. بعد از آن نامهای مثلا انبیا من محمد صالح پیغمبر خدا را مثلا اسمشان است با صفت صالح یا جایه، یعنی محمد شایستکار، محمد صالح، این هم بهترین نام است. حالی در دنیا از همه نام افزونترین نام، سرشمارترین نام رسول اکرم بوده است. این وقت این کلمات رو برآمد یگان شخصیت تاریخی، نه لنین و نه استالین و نه مثلا اینشتین و نه افلاطون و نه ارسطو، هیچ کدامش به اندازه نام پیغمبر ما در روی زمین هم نام نداشته است، هم نام نداشت، سرشمارترین نام. اینم دانستیم. و این چنین سرذکرترین نام در روی زمین با نام پیغمبر ماست. هیچ نام یگان شخصیت تاریخی را نه از پادشاه ها، نه از پرزیدنت ها، نه از عالمان، نه از شاعران، نه از داهی هایی که یه وقت حمد و ثناشان میخواندن، هیچ کدام اونها رو مانند اسم پیغمبر ما زیاد ذکر نمیکنند در کره زمین. چرا؟ ببینید حدود در روی زمین زیاده از 2 میلیارد مسلمان هست. اون 1 میلیارد 400 میگفتن 400 میلیون سال 70 80 استاتستیکش آمار شد. امروز آمار دانسته مونتون زیاده از 2 میلیارد مسلمان شده است. ببینید اون قدر افزون شد شمار مسلمان ها. همین 2 میلیارد مسلمان اگر 1 میلیاردش هم نمازی باشد 1 میلیارد او. ببینید هر روز ما
چند بار در نماز اللهم صل علی محمد میگیم. ببینید یک ملیارد هر روز چند مرتبه نماز میخونیم. در نماز ما درود و رحمت به پیغمبرمون میخونیم. اللهم صل علی محمد، اللهم بارک علی محمد. اذان گیرید. حالا اذان و این خطبه ها و ایناش میمونه. اذان آخرین اذان اگر از در امریکا اذان خفتن گفته شود، امریکا هم کلی 6 میلیون مسلمانه، ما رفته بریم سال 2005. آخرین اذان اگر در اونجا گفته شود اشهد ان محمد رسول الله، یه ساعت نگذشته ژاپن ده صبح میدمه با بامداد با مسلمانای ژاپن اشهد ان محمد رسول. همون ساعت به ساعت آمدن میگیره. شرقی دور من تاجیک خمون در ولدی واسطه سخلینو همه جا نیا کنیم. آخر یگام لحظه، یگام دقیقه، یگام ساعت در کره زمین خالی از ذکر پیغمبر ما نیست. اما لنین ذکر میکنن، نمیکنن. استالین ذکر میکنن، مارکوس انگلس ذکر میکنن. نه. بنابراین اینا پروردگار این خدا قرآن ده گفت وعدش کرد. رسول اکرم وقتی که در مکه ظهور کرده بودن گفتن و رفعنا لک ذکرک. سوره علم نشرح ده میخونه پیغمبر تو از این گمنامی که در بین قوم قدرت نمیدانند، تو رو تحقیر میکنن، دیوانت میگن، مجنونت میگن، حرمتت نمیکنن، گپت گوش نمیکنن، در سر خاکستر میچوشن، سنگسارت میکنن، اذیت و آزارت میتین. غمگین نشو. ما تو را ورفعنا لک ذکرک، معناشه ما تو را بلند آوازه میکنیم، نام تو را اون خدا میبرداریم که هیچ احدی در دنیا از تو مشهورتر نمیشود. هر جا نام الله برده شده در کنار و نام تو هست. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. در خطبه های جمعه، در خطبه های عید، در خطبه های نکاح، در خطبه ها همه جا. بنابراین محمد صالح بهترین نام انتخاب کرده برای ما. خلاصه انتخاب نام هم یکی. انا این نام هایی که مضمونی بد دارن، مثلا من نارکل میگن. نار این آتش میگن. پیغمبر خدا از اسم آتش حذر میکردن. بنابراین یه آدم که نامش آتش میگه حذر، حتی موسفیدان حذر نامشون تغییر میدادن. یه آدم آمد حضرت پرسیدن که نامت چیه؟ گفت نامم غاوی. گفت پدر چی نام داره؟ گفت پدرم ظالم. ببینید ظالم یعنی ستمگار، همین نامی که انسان در فرزندش داره. غاویش یعنی گمراه. حضرت گفتن از این به بعد نام شما گفتن راشد ابن المقصد. نام خوشم ازش کردن، نام پدرشم. نام خود راشد، راشد معنیش رشد یابنده، شایسته. پدر مقصد یعنی عادل. راشد ابن مقصد گفتن نامش تغییر دادن. بسیار نام‌ها را حضرت تغییر میدادن. از این خاطر نام‌ها را مضمونش اهمیت تیتون. نامی که مثلا دلالت بر مثلا من احوالی بد کنن. حاضر من حضرت کی نام پدرم میگه حزن نام داشت، میگه سعید بن جبیره یا حکایه میکنه پدرم میگه حزن نام داشت و پیش رسول اکرم اومد. حزن به عربی اندوه هم میگن. یه دو معنا داره. یه معناش غم و اندوه، حزن. یه معناش زمینی دشوارگذر میگن. یک بیابانی که سخت گذر باشد یا کوباره حزن میگن. پرسیدن که نام چیه؟ باباش رسول نبیرش حکایه میکنه. باباش صحابیت، نبیرش نه. و میگه پرسیدن بابام که چی نام داره؟ گفتن نام حزن. حضرت گفتن نامش تغییر گفتن نه، نام شما از این بعد سهل. سهل یعنی آسانی، فراخی. که میگه بابام قبول نکرد. گفت که من این نام پدرم گذاشته است، گذاشته هم گذاشته، من با این نام مشهور شدم، من نمیتونم نامو تغییر دهم. خلاصه حضرت پیشنهادش قبول نکرد. از همون روز میگه تا امروز همه عائله ما، خاندان ما از غم خلاص شدگیش نیست، از اندوه خلاص شدگیش نیست. میگه یعنی از فال از نام هوای فال بد در همون خاندان رسید. بنابراین نامای خوشمضمون خودتون نمیتونه انتخاب کنن از یه اهل علم بده این نام خوب برای فرزند ما انتخاب کنید. فارسی هم باشه بگذار باشه. این هم یه حق شرعیه. انا حق شرعی دیگه که این فرزند دارد ختنه هست گفتیم. البته این تراشیدن موی امر مستحب کنی اگر خوبه، برای که بینایی کودک بسیار فایده داره. حدیث آمده حکما میگن اینه. اما نکنه هیچ خیلی اشکالی نداره. اما بالاتر از همه دادرای عزیز تربیه ایمانی، اخلاقی، علمی مثلا کودک است. یعنی این بارد اهمیت. همه پدری که مثلا خوب است در این تربیه، در این مثلا جبهه با معلومش خوب و بدیش این ضیافت هم میتونه کردن. اما تربیه انسانی کردن، تربیه ایمانی کردن،
فرزند خوب به دنیا آوردن، تقدیم جامعه کردن، این هنری پدر نشان میده. بنابراین بیشتر روی این اهمیتی. از این خاطر برای خاطر که فرزنداتون ایمان شود، همین دونه فرزندی که مؤمن شود، مؤمن یعنی معتقدی به خدا باشد، باوری به خدا و به قیامت و به حساب بعد از مرگ و عذاب قبر و قیامت داشته باشد و هیچ وقت جنایتکار نمیشود و هیچ وقت خیانتکار نمیشود و هیچ وقت عاق والدین نمیشود، پدر و مادرش آزار نمیشود. اما انسانی که باور به خدا ندارد، باور به قیامت و عذاب قبر و دوزخ و جنت ندارد، به هیچی باور ندارد و به قول دستایوفسکی است که نویسنده مشهور روز وقتی میگه کسی که باور به خدا ندارد همه جنایت براش مباح میشود، همه جنایت دیگه و هیچی نمیترسد. چیزی که همین نفسش خواه او اجرا میکنه، فقط همین قدر که در چشم مردم نمیکنه، در جای پنهان همه کار میکنه. در جامعه ممکن بعضی جنایت ها رو میکنن به خاطر که مجازات دارد، زندان میشود، اما در جای خلوت هیچی نمیگه این خیلی فرزند. بنابراین نه پدر و مادرش احترام میکنند، نه از جنایت دست رو میگرداند. کجا که نفسش چیزی که کشد میکنه. من بعضی وقت بعضی واقعیات در تلویزیون ها میشینه، پدر بدبخت با دخترش خواه رفته، با دخترندرش خواه رفته، یا که برادر با خواهر. این نباید انسانی که به خدا باور داشته باشه این کارو کنه. این حتما کسی است که اصلا یکم اعتقاد نداره به خدا. ولی آدمی به خدا اعتقاد داشته که ممکن نیست این خیلی اعمال زشته که حیوان حتی از این نفرت میکنه و مرتکب شود. بنابراین بچه‌هاتون تربیت ایمانی کنه. از این خردسالی برای رسول اکرم گفتن کودک وقتی زبان میگیره گفتن میخونه شما تقصیر مسجد میری ما نماز کوتاه میکنه باشه. برای حضرت گفتن که وقتی که زبان میگیره حرکت کنه، اسم اول در دهان کودکتون الله بذاره. الله 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 افتحوا على صبيانكم اول كلمه لا اله الا الله، کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله که این مثلا کلید اسلام است، باید تعلیم داده شود. 6 ساله که شد، 7 ساله شد، آداب نمازخوانی و وضو گرفتن به بچه‌هاتون تعلیم چه از 7 سال. در باب اعتقادات و ضروریات دین صحبت کنیم، هستی خدا رو براش فهمونیم. بچه‌م گمان نمیده در سخنش این عالم هر چی دارد ساخته خدا هست، آفتاب خدا ساخته است، مهتاب خدا ساخته است. این میوه هایی که مثلا در روی دسترخوان میبینه همش از تاثیر حرارت آفتاب و نور آفتاب و همین است. اینها هم با قدرت خدا پیدا شدگی هستند. من خودت هم در رحم مادر خدا ساخته گشت. گفته از خردسالی باید با خدا باید آشنا سازید. بعد از اون فهمونش که انسان بعد از این دنیا در این دنیا چیکار میکنه، بعد از من حساب کتاب دارد. اینا رو گویش انسان فرزنده که به خدا باور کند و فرزندی در عاقل والدین نمیشه. خوب بعد از این گفتن بعد تعلیم مکتباشون، درس‌های مکتبیشون اهمیتی، بچه‌هاتون به ثواب میکنه. پیغمبر خدا گفتن یا روایت، البته روایت صحیح نیست که مضمونش صحیح است، که هلاکت امت من گفتن در جهل و نادانی است. یعنی ما مسلمان ها ایروی چی امروز گرفتار کافرها شدیم، پامال گرفتار کافرها شدیم، برای که در علم عقب موندیم. مثلا در علم دنیوی عقب موندیم. علم دنیوی و دینی یکیش حلال و یکیش حرام، یکیش عبادت و یکیش معصیت نیست. علم دین و دنیوی همش مال خدا هست، همش به خاطر خدا کنی، همش عبادت هست. همین دنیا رو هم خدا آفریده است. علم دنیوی همه قانونایی که خدا در این طبیعت حاکم کرده همین ما می‌آموزیم و یاد میگیریم. چرا علم دو تقسیم کردن؟ خدا رحمت کنه گذشته ها را که همین کار کردن، همین بسیار تأثیری بد در تاریخ ما رسانید. مسلمان ها عقیم موندن از اروپا. ولی والله وقتی ما مسلمان ها سینا داشتیم و بیرونی داشتیم، اروپایی در خواب غفلت بودن. کنی یک عالم یاده که هم اصل سینا و بیرونی داشته باشن یا برعکس گویا اونها از همون اندلس اسپانیا که ما مسلمان ها در اندلس 600 سال قریب دولت داری کردیم، از ما صاحب علم شدن. خودشون اعتراف میکنن. گفته علامه اقبال حکمت اشیا فرنگیزاد نیست، اصل او جز لذت ایجاد نیک اگر بینی مسلمان زاده است. این گوهر از دست ما افتاده است، این گوهر علم از ما دست اونها رفت. انا امروز ببینید امریکا با یک کشتیش میگه کشورهای ما رو ضبط میکنه، اویانیسی سواری میکنه، خودش در اون گوشه دنیا هست، میبیا کشورهای ما رو بمبارون میکنه، حتی ارمیش میداره استیلا میکنه میگیره. چی ما رو مغلوب کرد؟ همین از علم دور ماندن. بنابراین بچه‌هاتون مکتبا رو تعلیم، من از جناب یارم خیلی مکتبا رو
وسیله های تعلیم خوب کرده، شرایط تعلیم خوب کرده برای بچه‌هامون. بنابراین خواندن مثلا علم دنیوی رو بچه‌هاتون نده. علم دینی رو خدا در خانه‌هاتون آموزونید. هر کدام یه مدرسه در خانه کشایتون. ضروریات حرام و حلال و بال و ثواب، معصیت و گناه رو خلاص فهمونه چی در دین ما حلاله چی حرام. والله اون سخن‌هایی که در خردسالی شما کودکات بگه مثل نقشی در سنگ میمونه ذهنش. اون پدرم در خردسالی گفته بود عرق حرامه، نوشیدنش حرامه، دزدی حرامه، زناگاری حرامه. این میمونه. لیکن نگفتی اگر دمش نزدی یا گفتی ضرر نداره دزدی کردن گیر. حالا حکایت میکنن یا دزدی از زمان در عصر اسلام دستش به خاطر دزدی خواستن ببرن، دزدیش قپیدن، موافق شریعت دستی چپش از این بعدی دست جدا میکنن، جزای مجازات دزد نمینه. بس حالی در و وقتی که مجازاتش میکنه حرف آخرین رو گفتن گرد زن. همیشه آدمای متهم حرف آخر میتونن برای گرد زدن. و گفتن چی گفتنی داری؟ گفتن یک سخن دارم میخوام بگویم. گفتن بگو. اقطعوا لسان امی قبل ان تقطعوا یدی. گفت خواهش میکن زبان مادر من پیش از آنه که دست منو میبرید زبان مادر من ببرید. گفتن مادر چی جرم داره دزدی تو کردی؟ گفت برای که من خردسال بودم اول دزدی از تخم شروع شد، از تخم دزدی من از خانه همسایه تخم دزدی آورده، همین مادر بود من تحسین کرد، آفرین کرد و شب آفرین بارک الله تو رزق خود پیدا کرده، پیدا میکردگی شدی. ما همون وقت دیگه به این کار شروع کردم. اگر اون روز مگه مادرم گوش منو گوشمال میگفت که مثلا این کجا آوردی مال کی است، بعد در جاسمون گفته امر میکرد شاید من دوست بچه نمیشدم. بنابراین این تربیه که در خردسالی میکنیم مانند نقش در سنگ میمونه. انا شما اگر خردسالی دین دزدی و اینها رو که به بچه‌ها هشدار دید که نکن و انشالله نکن. هر وقتی که همین دزدی رو پرو شد گپ شما در گوش صدا میته که پدرم وقتی در لبی دسترخوان منو تنبیه داده بود من باید این کارو نکنم. خلاصه تعلیم علم بسیار ضرور است. بچه‌هاتون در مکتب خانتون و یک جمله حضرت علی نقل میکنن که العلم سلطان من وجده ساله و من فقده سیل علیه. هر ملت و هر کسی که علم به دست بیاره او یک قدرت و یک قوه و یک نیروی به دست میبرد که میتواند حمله بکنند. اما وقتی که از دست داد دیگران بر او حمله میکنند. من امروز هم شد ملت اسلام علم دنیوی را از دست داد، من نتون دیگران بالاشون حمله کردن. بسیاری کشورهای اسلامی ببینید پامالی مثلا چی قوه‌های اجنبی هستند زیر کاری گرفته و اونجا بوسکشی داره برای منفعت‌های خودشون چیکارهای کلیسا دیا. از این خاطر بچه‌هاتون مثلا مکتبات و درس‌های دنیویشون اهمیت که همیشه صاحب علم کنه، صاحب دانش کنه، صاحب استعداد کنه، صاحب هنر کنه. اون سعدی در بستانش یه نصیحتنامه داره. حضرت میگه بیاموز پرورده را دسترنج، دسترنج کسب هنر. وگر دست داری چه قارون بگند. اگر چه مانند قارون باید میلیونر هم که باشید فراموش نکن. نگو که اول پولم قدرت دارم که 7 پشتم خوره میرسه. بچه من میرسه نبرم و میرسه گفته گم نزن. بلکه بچه میگه کسب هنر آموز، علم دنیا آموز، یک برای زندگیش که پگاه خور نشود. و پایان رسد کیسه سیم و زر نگردد تهی کیسه پیشور. برای که این سیم و زر در روز تمام میشه. بسیار بایار دیده من سالهای سنتی باید بدم بعضی بسیارا حاضر مفلس و قرضدار هستن. اما وقتی که پیشور باشه صاحب کسب و هنر باشه مالی به یک کسی دزدیده نمیتونه. بعد آخر به چی میگه حضرت؟ چی دانی که گردیدن روزگار با غربت بگرداندش در دیار چو بر پیشه باشدش دسترس کجا دست حاجت برد پیشی کس. تو میگه قضای الهی از چرخش فلک چه خبر داره؟ ممکن یه روز بشر میگه غریب میشه مسافر میشه. من امروز هم 2 میلیون بچه‌مون غریب و مسافر در روسیه است. چی دانی که گردیدن روزگار با غربت بگرداندش در دیار، یا دیار بیگانه غریبت میکنه. چو بر پیشه باشدش دسترس، اگر اون یک کسب و هنر داشته باشد یا زبان انگلیسی و روسی رو میدونسته باشد کجا دست حاجت برد پیشی کس. هیچ وقت دست مسازی دراز نکنه من یاردم کنه بود خودش رو سمی گذرانه. بنابراین قارون هم که باشه میگه بچه تو کسب و هنر آموز. همین نصیحت ها رو انشاءالله حلقه گوش کنه انشاءالله فرزنداتون هم دنیاشون آباد میشه و هم آخرتشون آباد میشه. حضرت علامه اقبال هم میگه با پور خش دین و دانش آموز. بنابراین هم علم دین آموز هم دانش دنیا را. مانند یا پرنده که 2 بالا میشه 2 بالاش کنه. یا بالا که شد اگر فقط علم دین آموز دنیا نه و همیشه پرنده یک قناته و طعمه چی میشود گربه میشود خار میشود. 2 بالا که شد و به مقصود میرسد پرواز کردن.
به پوری خیش پور گفتو فرزند میرسه الله میخواد به پوری خیش دین و دانش آموز کتابت چون مه و انجم نگونش که مانند ستاره درخشان شود به دست او اگر دادی هنر را و باشد اگر هنر رو کسب آموختی یدی بیضاست اندر آستینش مانند یدی بیضای حضرت موسی صاحب معجزه می شود یعنی میتونه روش گذراند انشاءالله امید دارم که همتون در خانه اکو کسایی که فرزند تربیت میکرده اینو داره علاقه فرزنداشون در این بابا فهمونن خدا دعا کنیم پروردگار از این مجلس خیر بشه خیلی طولانی شد پروردگار هر اجر و ثواب و ثمره که حاصل میشه در طبقهای نور این صحبت خداوند ثوابش به روح اول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعداً به روحات جمیع گذشته های محمد سعید و ای خاندان و کل کسانی که در اینجا حضور دارن گذشتهان ایشان هم خداوند برساند گوراشان از این هدیه های نورانی پر نور و منور گرداند و این محمد صالح هم که این شب جشن خرسنده ایشان خداوند عمری دراز و تن صحت و توفیق طاعت و عبادت پیروی از قرآن و سنت نصیب روزش گردد مانند همنامش بارن که به امید مثل محمد صالح پردر خدمتگار اسلام و داعی به سوی اسلام شود خداوند به اون مرتبه برساند و با خرسندی های آیندهش محمد سعید ما همراه همسرش یک جای استقبال نماید ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما